یاد گیریم، آداب و اخلاق یاد گیریم. گفتی شاعر میگه و همین صحبت تمام میکنیم انشاءالله. خدا خواهد نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده به ادب است آدم نیست، فرق ما بین بن و آدم و حیوان ادب است. یک دو روز در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. به ادب را نبود لایق سلطان چیزه، لیک بینگر به یقین لایق سلطان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را. آیت آیت معنی همگی قرآن ادب است. عزیز من آیت های قرآن بالکل آداب است. پیغمبر حسن بصری گفتن من لا ادب له لا علم له. حسن بصری کسی که علم ادب ندارد و علم ندارد. آره نچه تو عالم حساب نمیشوی، تو قاری حساب نمیشوی. بین حسن بصری گفشه پیغمبر بزرگوار چی میگن؟ الادب شجر والعلم ثمر و این لم یکن الشجر فکیف یکون الثمر. گفتن پیغمبر بزرگوار بینین آداب گفتن درخت است، علم میوه همون درخت است. اگر گفتن درخت نباشد میوه از کجا حاصل بشود؟ اگر گفتن آداب نباشد علم از کجا حاصل می شود؟ عزیز من علم به یک جای است. سوال جواب کردن کتابان که علم اول میستد آداب. بزرگان اسلام گفتن که آداب یکم میستد، این علم دیگم درجه میستاد است. عزیزان من بینید شاعر میگه ای بی ادب بیا خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن. ای تو مسلمان زاده می ترک نسب کن. اتم گیره نرای خدا خواهد من بای بچه هستم نگو میگه تو ادب که میگه نسب تا ترک خدا خواهد انشاءالله. عرب با رنگ احمر و رگ و خون عرب نازد ترک عرب کن. اگر عربا گفت که محمد ای ما های عرب افتن ناز کنه، عرب هم در کار نیست. میگه اسلام ده فخر منی ملت نیست، هم یک تا ملت داریم. چی است؟ ابراهیم خلیل. ملت با کی داریم؟ اگر ابراهیم خلیل انمو ملت است. این تاجیک و ازبک و قرقیز گفته که ملت نمیشه، هممو چیم؟ بنده خدا امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در اینجا